سلام فرجان، چطوری؟ سلام عزیز دل. خوبی؟ ببین بچه‌ها یه تعداد سوال داشتن. از بین این سوالا حالا ما داریم سعی می‌کنیم یکی یکی یا حالا مبحث به مبحث ببریم جلو که بتونیم ما واقعا جوابشون رو بدیم سر فصل. یه سوالی که خیلی‌ها تکرار می‌کنن اینه که فضای مجازی چه تأثیری روی این رفت آمدهای دختر و پسرای امروزی داشته؟ یعنی رو به قول معروف دیتینگ امروزی چه تأثیرایی داشته، چه فرقایی کرده؟ می‌خواستم ببینیم نظرت چیه و چجوری میشه باهاش سازگار شد. خب ببین سوال رو من احساس میکنم که دو تا سواله. یکیش اینه که فضای مجازی چه تأثیری روی رفت و آمد بچه ها داشته، بچه های امروزی از سنین من گرفته تا 12-13 ساله های عزیزمون که من بیشتر فوکوسم بین 14 تا 20 ساله هاست. خب این رفت آمد اون دیتینگه راستش رو هر دو اثر گذاشته، اثر خیلی 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 دیپ و عمیق و جوری که کل تفکر و فرهنگ و نگاهمون رو به جنس مخالف عوض کرده. من که الان اینجا هم نمیدونم، اگه چند وقت اومدم اینجا، قبلا هم اگر درس میخوندم خارج از کشور اونم حساب نیست. به هر حال من بچه ایرانم، بچه تهرانم. ما برای اینکه بخوایم مخ یک دختر رو بزنیم تلاش‌های بسیار زیاد و سختی باید میکردیم و یه دختر برای اینکه بپذیره گرفتار افکار مختلف و متفاوت از یک طرف و انگیزه ها و درایو ها و اینستینکت های درونی باز هم بسیار قوی و متفاوت با اینها و در تناقض‌گاهی از یک طرف با خودش بود و اصلا چیزی به نام معنای واقعی دیت نداشتیم ما و حتی انتخاب نداشتیم. ما هر دختری که پا میداد میشد انتخاب ما، چون بیشتر دخترها پا نمیدادن. چرا؟ چون میدونستن که به زودی به جایی میرسه که سکس خواسته میشه، تازه اونا با همین لب گرفتن و دست دادن و بغل کردن و دست ما تو خیابون داره اینجوری یواشکی به سینش میخوره و اینها هم مشکلاتی داشتند. از یک طرف خوششون میومد بر اساس غرایز انسانی و طبیعیات فیزیولوژی بدن از یک طرف، از طرف دیگه موضوع فاش نبود، موضوع مخفی بود. یعنی همچنان که در تمام حداقل 600-700 سال گذشته که من تاریخش رو فی‌الجمله نه بالجمله میدونم، اینه که ما در کشورمون دو نوع بازی، دو نوع فرهنگ، دو نوع بودن، دو نوع بینگ، دو نوع رفتار، دو نوع همه چی داشتیم. با دوستانمون یه جور بودیم، تو خانواده یه جور بودیم. با دوستانمون یه جور دیگه حرف میزدیم، تو خانواده یه جور دیگه حرف میزدیم. هممون بچه های جور، مادر با دوستاش شوخی های جنسی یا راجع به نمیدونم مسائل جنسی با شوهرش حرف میزد یا خیلی جوک های جنسی دیگه، و پدر هم با دوستاش تو این مایه ها یا خیلی راحت فوش های خار و مادر و اینا میدادن و ما بچه ها رو از دیدن و شنیدن اینها پنهون میکردن و همسرشون رو هم همینطور. برای همین ما اصلا نه جنس مخالف رو میشناختیم، نه ننه بابامون رو میشناختیم، نه اونا ما رو میشناختن. چون یک دختر، حالا من پسر رو کمتر میتونم اینجوری مثال بزنم صرفا به خاطر راحتی بیانه که دختر رو دارم مثال میزنم و مشکلاتی که دخترها بیشتر داشتن. دخترها بیش از دو تا بینگ، دو نفر بودند. دخترها باید مثل یک بیمار روانی چندین بودن رو ارائه میکردن. تو خونه تلویزیون داشت صحبتی میکرد، بحثی میکرد،
از تهاجم فرهنگی و این حرفا یا ماهواره‌ای صحبت دوست پسر و پسر و دختر میشد چه برسه به دیت که اصلا نمیدونستن چی هست، چون حتی زبان انگلیسی ما خوب نبود. بعد از سوشال میدیا زبان انگلیسی ما بسیار عوض شد، بهتر شد و دختر جلوی پدر مادرش میگفت چی دوست پسر؟ نه اصلا. حالا چه 15 سالش بود، چه 20 سالش بود، چه 30 سالش بود، چه 40 سالش بود. و بدتر از اون این که پدر مادر باور میکردند و اگر نمیخواستند هم به خودشون میباوروندند. اگر یه عقلی داشتند که میگفت نه بابا مگه میشه، 40 سالشه، مرد، نصف عمرش بیشتر نمونده، اونم نصف عمر تخمیش، نصف عمر اصیلش، قشنگش، ماهش رفت، زیبایی های عظیم عمرش رفت، ولی باز خودشونو خر میکرد. اما وقتی که همین دختر میرفت دانشگاه، اونجا یه استاد به اصطلاح روشنفکری پیدا میشد، چه فی‌البدل چه علی‌الحق، واقعا یه روشنفکر بود که حالا مثلا نمیدونی روشنفکر چی میتونه باشه، کاری نداریم. وقتی صحبت از این چیزها میکرد، اینها نهایتاً یه دختر بلند میشد میگفت بله ما هم دوست پسر داریم، به هر حال بلند میشیم میریم کوه با هم، دست همدیگر رو میگیریم، او پسر دست منو میگیره کمک میکنه میاد بالا. یکی نبود بگه خب یعنی شما دخترها تنها میرید بدون پسر، کسی دستتون رو میگیره؟ خب پس دستتو میدی به خاطر اینکه دوست داری دستتو بدی، واسه اینکه همین لمس تغذیه غرایز توه و تو به همین باید قانع بشی. و جالب اینجاست که وقتی که همین دخترها از سر کلاس زنگ میخورد و میرفتن تریا، توی تریا برمیگشتن خودمونی تر میشدن، دخترهای همسن و همجنس بودن و تریاها جدا بود تا اونجا که من یادمه و الان نمیدونم یکی شده یا نه، احتمالا نشده. خب اونجا اجازه داشتن کمی مقنعه بیفته، کمی دگمه وا کنن، بالاخره شوخی کنن، بخندن، همسن بازی در بیارن. اونجا مثلا میگفتن آره دوست پسرم دیشب زنگ زده بود 2 ساعت حرف زدیم. اون یکی میگفت فقط 2 ساعت، ما تا 6 صبح حرف میزنیم. اون یکی میگفت از چی میگید؟ اون یکی میگفت از همه چی. یکی که با جرأت تر بود میگفت آخرش که همش میریم توی منو میگه چشاتو ببند، میریم توی این جنگلا، بعد یه آبشاری داره میاد منو میبره پشت آبشار، یه غار مانندیه، اونجا دیگه منو خر میکنه، لبه رو میگیره. بعد اون یکی میگفت فقط لب، این همه زحمت کشید تو رو برد اونجا. گفت آره دیگه، کار دیگه که من چه اجازه نمیدم اصلا. آره. بعد زنگ دوباره میخورد، یه سریا کلاس داشتن میرفتن، 5 نفر 10 نفر خودمونی تر که کلاس بعدیش رو دارن باید 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت میموندن. حالا صمیمی تر میشدیم، کلوزتر میشدیم، هنوز کلوز فرند نشدیم ولی کلوزتر میشدیم. حالا که کلوزتر شدیم خب حالا صحبت میکردیم از چه بگم، مثلا من آره خونه دوست پسرم میرم ولی مثلا وقتی مامانش هست میریم اونجا میشینیم و با مامانش یه ذره حرف میزنم، خیلی زن خوبیه یا خیلی زن تخمیه، خیلی وزه است. حالا اون موقع نمیدونم کلمه وزه بود یا نه. و بعد از این حرف ها پسره تو خونه دستشو نمیندازه دور گردنم، ولی وقتی میریم تو اتاقش سریع لب میگیره، مامانش تا میره پذیرایی کنه سریع دست میزنه به اینجا ها به اینجا ها و اینا. آره دیگه خیلی کیف. وقتی که میرفتند خانه، تا اینجا شد چند تا شخصیت بشمار، پیش مادر، پیش استاد، پیش توی تریا وقتی همه هستن، توی تریا وقتی همه نیستن چند نفر هستیم، شد 4 نفر. 4 تا آدم و شخصیت رو این باید بازی کنه، باید ارائه بده.
و بعد میرفت خونه به کلاس فرندش زنگ میزد. خب آره دیشب رفتم خونهشون، آره گذاشتم مامانم اینا بخوابم، با آژانس رفتم ساعت 1، ساعت 4:30 5 بود دیگه، برگشتم نزدیک 6 رسیدم خونه، مامانم هنوز بیدار نشده بود، رفتم توی خونه و لحافو کشیدم روم که مثلا خوابم. من خودم اینا رو تجربه کردم، من اینها رو تجربه کردم. دختری از راه دور می اومد توی خرابکده ما، بعد میگفت خب چیکار میکردیم؟ میگفت همه کار دیگه میکنیم دیگه، اینجوری اونجوری، ولی اون یک کارو نه. چرا حالا این دروغو میگفت؟ شاید داداش این یه روزی چشش منو میگرفت باید بگم من ویرجینم، برای همین اون یک کارو نه. اما یهویی ما میرفتیم پیش خود پسره، توی خونه مجردی خود پسره، بیا عزیزم همش مال تو، همش یعنی همش. تازه اونجا یه آدم اکسترام میشد، سوپ میشد با قول امروزی، یا سوپرمن میشد، سوپرومن میشد. خب این شد 4 تا اونجا، 5می با کلاس فرندش پشت تلفن، اینم 6می خود واقعیش جلوی پسره. ببین یه آدم چقدر مریض میشه. ما از لحاظ روانی امروز میدونیم که یه آدم چقدر مریض میشه وقتی بخواد 6 تا شخصیت رو بازی کنه، و این فقط در زمینه جنسی به خدا نبود، در زمینه جنس مخالف نبود. حقوقش رو به مادر یه چیزی میگفت، به پدر یه چیزی میگفت، چون مثلا اگر پدری داشت که پول میداد بدون منت، به پدرش راستش رو میگفت. اگر پدرش اینجوری بود که یا مادرش اینجوری بود که پول نمیداد، یه چیز دیگه میگفت نه کمتر میگیرم. مثلا اگر 7 تومن میگرفت میگفت 2 تومن میگیرم، 3 تومن میگیرم. به این دوستش که حسود بود میگفت 2 تومن میگیرم نه 7 تومن، که حسادت نکن. به اون یکی دوستش که یه جوری دیگه حسود بود، منم حسودی اونو میکردم، میگفتم تا چشش داد، میگفتم 15 تومن میگیرم. به اون یکی دوستش میگفت مثلا کار نمیکنم. به دوست پسرش میگفت من کار نمیکنم، خرج منو باید تو بدی. حالا باز بستگی داشت چه دختری باشه، همه جورش رو داشتیم. یکی هم راستشو میگفت. یک چیزی به نام اینتگریتی، نه در جامعه و حکومت، نه در سطح تاریخ، اول تاریخ، دوم جامعه و حکومت روز، سوم خانواده، چهارم ایندیویدوال، شخصی. یعنی تو سطح شخصی هم ما با یه جغ زدن با خودمون مشکل داشتیم. 2 نفر بودیم، یکی که داره اینستینکتش رو به اجرا میذاره، یکی که داره فکر و خیالش رو به اجرا میذاره. این کارو میکرد و لذت میبرد، به فکر هیچی هم نبود. اون یکی بعدش دعواش میکرد و هر جفتش خودش بود. پس ما این دوگانگی یا چندگانگی رو از اول داشتیم. هیچ کس جرئت نمی‌کرد جلوی خانواده فحش بده. من وقتی که اومدم به عنوان یک پزشک، یه پزشک متخصص، یه پزشک فوق تخصص دار، یه پزشکی که فلوشیپ بعدش گرفته، اومدم صحبت کردم با این جوانان، اینقدر از طرف همکلاسی‌های خودم، همکاران خودم به من بد و بیرا گفتند که مگه یه دکتر اینجوری حرف میزنه؟ آقا جون مگه من با تو اینجوری حرف نمیزنم؟ مگه تو با من اینجوری هم، تو که با من بدتر هم حرف میزنی. 2 ساعت داری از کسایی که میکنی و نمیکنی و بهت میدن و بهت نمیدن صحبت میکنی. و چرا با مردم نکنی؟ این مردم هم همینن بابا. نه مردم جنبه نداره. ها فقط تو داری؟ اینا هم همین جنسن آخه. و ببین چقدر سخته وقتی دوگانه ای که بخوای بفهمی مردم هم دوگانه، مردم هم با اینکه دوگانه‌ان یگانه شون رو بیشتر و راحت ترن و میپسندن. پس بابا بیایم یگانه بشیم، اینتگریتیمون رو حفظ کنیم، همه جامون به همه جامون اینتگریتد باشه. کاری که سوشال میدیا کرد این بود، حداقل تو شهرهای بزرگ، حداقل تو خانواده‌های نرمال به بالا، تو خانواده‌هایی که در
جاهای بسیار کوچک زندگی میکنن هنوز اون دوگانگی هست، چون همین سوشال میدیا در پنهانگاه صورت میگیره دیدنش. من دختری رو میشناسم در باغ ملک نزدیک ایزه است. ایزه یکی از شهرهای بسیار قدیمی ماست که توش زیر زمینش پر طلاست و اینا، هنوزم دارن میگردن پیدا میکنن. باغ ملک یه مقدار بالاتر جای لیلاق این ایزه ای هاست. در 1 ساعت و 45 دقیقه یا 1 ساعت و نیمی شهر اهوازه. اونجا یکی از بچه‌های ما طرح میرفت، همسر سابق خودم که اونم همکلاسی خودمم، هر جا هست خدا حفظ و نگهدارش باشه. اون من میرفتم پیشش که تنها نباشه، چون خیلی خلوت بود و تفریحی هم نبود، به تازگی هم شهر شده بود. دختری رو میشناختم که میومد به من میگفت، 13 سالش بود، میگفت دوست پسرم برای من موبایل خریده 120 تومن، بابام که اجازه نمیده موبایل داشته باشم اون خریده که باهاش حرف بزنم، وقتی میخوام برم خونه آجر خونه رو برمیدارم اینو میذارم توش، بعد آجر رو میذارم، بعد میرم تو خونه، میخوام بیام دوباره اینو در میارم، آجر تلفن رو برمیدارم، آجر رو میذارم توش. خب بفرما، بازم زندگی پنهانی با وجود سوشال میدیا. موبایل رو داره، همه چی هم میبینه. و چقدر ما دخترانی داریم در شهرهای کوچیک، در شهرهای حتی بزرگ، تو خود نیاوران تهران تا نازی‌آباد، که دارن واتساپ میکنن که قبلش پسرها رو از تو خود اینستاگرام پیدا کردن یا فیسبوک قدیم‌ترا، و بعد اینستاگرامشو گرفت، واتساپشو گرفته، داره با کانادا حرف میزنه و حتی پسر قول ازدواج هم داده. و پسر من شاهد یکی از اینا، چون من مدام دارم از مردم میشنوم دیگه، دختره با گریه اومده بود میگفتش که دختر 40 ساله نه بچه کوچولو، دختر 40 ساله‌ای که واقعا هم خوش‌تیپه، هم دنیا دیده است، هم پسر دیده است، همه چی. یعنی نمیشه اونو مقصر یا نادون دونست، ولی این کار و این روشش نیست، چون ندیده و نشناخته و زیر یه سقف نرفته نمیشه چی رو فهمید. این دیتای امروزی چه سوشال میدیا باشد چه نباشد، فارغ از اون اشتباهست. باید برید تو خونه هم دیگه با هم زندگی کنید. شما چه میدونی این از گوزش خوشت میاد یا خوشت نمیاد؟ حالا شما بخندید چرا این میگه گوز، آقا گوزه دیگه. دوم، از اینکه شورتشو وقتی میره حموم آویزون میکنه به اینجا، خوشت میاد یا نمیاد؟ اینکه ملچ ملوچ میکنه تو خونه معلوم میشه، نه تو رستوران. تو رستوران هوای خودشو داره، چون 2 ساعت پیش توه، نه 24 ساعت، نه 12 ساعت. بوی واقعی تنش وقتی که با تو دیت میکنه هفته 2 روز 3 روز 1 روز توی رستوران معلوم نمیشه. حرفایی که به تو میزنه معلوم، حرفایی که towards youه یه چیز دیگه است. شما دخترها هم همینید، حرفایی که به من میزنید یه چیز دیگه است که به دوستانتون میزنید. واسه همین من همیشه میگم میخواید همدیگه رو بشناسید، یا باید پروفایلینگ بلد باشید که برید تو اینستای طرف، تو سوشال میدیای طرف درس پروفایلینگ رو باید خونده باشید. هیچی که نه 1 سال فشرده درسه که بتونی پروفایلینگ کنی. قدیما پروفایلینگ فقط برای کریمینال فورنزیک بود، جنایی ها، که اینا بدن تو خونه قاتل سریالی، قاتل سریال کیلر، ببینن الان که این همه آدمو کشته، خونش هم پیدا کردیم، حالا الان در رفته کجا میتونه فرار کرده باشه، این آدم چند سالشه. با نگاه کردن به خونش این شکلی پروفایلینگ میکردم. پروفایلینگ امروزه خیلی وسیع‌تر شده. من میتونم بیام سوشال میدیای شما رو ببینم، از نوع کلماتی که تو کپشن مینویسی، نوع جواب دادن مهربانانه کوتاه، شکل گذاشتن زیاد یا کم از ایموجی هایی که استفاده میکنی، از اینکه فینگلیش مینویسی، اینکه انگلیش مینویسی، یا اینکه هر کسی رو مناسب خودش جواب میدی. اگه فارسی نوشته فارسی جواب میدی، اگه انگلیش نوشته انگلیش جواب میدی، اگه فینگلیش جواب میدی. و نوع کاربرد کلماتت و جملاتت و نقطه سر خطت، همه اینها و عکس گرفتنهات
آیا خودت همیشه وسط عکسی؟ آیا گوشه عکسی؟ کجای گوشه عکسی؟ حالا اگر که تو آرت خوندی همه قوانین به هم میخوره. واسه اینکه تو آرت خوندی، تو از یه سری قوانین پیروی کردی که عکاسی کردی. برای همین من رو اینا نمیتونم حساب کنم. باید بیام چیزای دیگر رو ببینم. باید کلیت‌های دیگر رو ببینم. بعد عکس‌ها رو از اول ببینم تا آخر پروفایلینگ کنم. این کاریه که به زودی اصلا من که فکر می‌کنم خیلی وقت من دارم به شاگردام خیلی وقت پیش، مخصوصا به اونایی که منتورشیپ با من دارن، خب عده کمیان دستشون به دهنشون نمیرسه، مردم حق هم دارن، ولی اون عده کم من بهشون پروفایلینگ رو یاد میدم که چجوری نگاه کنن به یک پروفایل یک آدمی توی اینستاگرام، توی فیسبوک، توی هر جا و چه چیزهایی که نمیشه فهمید. و دیتینگ، من تو کلاس دیتینگ اینو خیلی راجعش صحبت میکنم. دیتینگ ما فکر میکنیم انتخاب کردنه، اما خوبتر نگاه کنید. آهای اونایی که 10 بار 20 بار 30 بار 40 بار دیت کردید، آشنا شدید، بعد به هم زدید، بعد دوست پسر دوست دختر شدید، به هم زدید، ازدواج کردید، طلاق گرفتید، شماها خوب نگاه کنید. اون وقت میفهمید که دیتینگ به معنای واقعیش و عمقش، و اگه از بالا نگاه کنی، انتخاب کردن نیست، کنسل کردنه. بازم میام توی چند بعد میگم، در تاریخ تمام حکومت‌ها کنسل کردن حکومتشون بوده. یعنی اومدن دیدن که پادشاهی اونجوری استبدادی استکباری باعث شورش سریعتر مردم میشه، قطعش کردن. اومدن دیدن که پادشاهی که همش جلادا و نمیدونم مدل هاییه که مردم رو وسط خیابون شکنجه و اعدام و فلان کنن. مثلا مال سال زمان مسیح در اروپا و بعد جنگ های صلیبی و اینها، این حکومت ها اومدن کنسل شدن و بعد پادشاهی های بهتر اومدن، بعد نوع دیگری از حکومت ها اومدن، بعد نوع دیگری از حسابرسی ها اومد، بعد مسائل مالی هی اومد جلوتر، یه جور دیگه شد تا به بانک رسید. اول طلاها همه در سوئیس جمع شد، بعد اومدن کشورها رو تقسیم بندی کردن چقدر اجازه چاپ مالی بدیم، بعد کشورها بدون اجازه چاپ مالی کردن. بعد یکی به نام یه ژاپنی به نام اومد اصلا کل سنترالیزیشن رو به هم زد، دیسنترالایز کرد که بانکی وجود نداشته باشه، ما بخوایم بریم بانک همه پولا اونجا باشه. نه، پولها در جیب مردم دیجیتالایز شده، در موبایل هامون، در کامپیوتر هامون، در سرور هامون باشه. خب ببینید اینها همه کنسل کردن قبلیه. ما هم میایم تو دوست پسر اول، تو دوست دختر اول میفهمیم که این دوتا اخلاق بدو داره، میگیم خب برای بعدی این دوتا اخلاقو داشت، انتخاب نمی کنیم. توی بعدی میایم میبینیم خب این که اون دوتا اخلاقو نداشت ولی دوتا اخلاق بدی دیگه داشت. اولی مثلا خیانت میکرد و زنبازی میکرد، خسیس هم بود. این یکی خسیس نیست، پول حسابی به ما میده، زنبازی هم نمیکنه ولی منو میزنه، پس ما زدن هم داریم، پس اینم کنسل. بعدی هی بدی‌ها رو میشناختیم، کنسل میکردیم. واسه همین هرچی بزرگتر میشه انتخابت سخت‌تر میشه، چون قبلی‌ها رو دیدی. ولی خب کسی که تفکر داشته باشه، کسی که با سوشال میدیا میره جلو، همه اینها سریعتر براش اتفاق میفته. این دوتا خیلی مهمه. سوشال میدیا منبع تجربه های افراده، تفکر اینجاست، ایندیویدواله. حالا تفکر جمعی و کاری نداره. سوشال میدیا کمک میکنه ما خیلی زود و سریع پیشرفت کنیم و بشناسیم که چی میخوایم، چون انواع سلیقه ها اونجاست. و من میتونم انتخاب کنم این باشم یا این باشم یا این باشم یا این باشم، و اول این میشم، بعد از 4 روز میفهمم نمیخوام، بعد اون یکی میشم، چون تعداد این الگوها زیاده، تعداد اینایی که میخوام بشم مدل من زیاده، خیلیه. و این گستردگی که میرم این تو 7 ساعت بعد میام بیرون همیشه بد نیست عزیزای من، پدر مادرها. بعضی وقتا خود همسنای من همیشه بد نیست 7 ساعت میرم این تو، بعضی وقتا بده واقعا. ولی ببینید این تو کجاست؟ اگه دارم یاد میگیرم به خدا خوب، اگه دارم تجربه خودم میکنم، تجربه مردم، والا خوبه.
اگه دارم روش فکر میکنم خوبه، اگه دارم تو ذهنم بحث میکنم خوبه. اگه نه این فقط منو مرده متحرک کرده، حالا اونجا حرفای بد زیادی داره. قربون تو برم، فکر کنم سرتون رو درد آوردم، خیلی صحبت کردم ولی صحبتای زیاد دیگه هم موند. خدا